بینندگان گرامی درود بر شما. هم صحبت ما امروز در برنامه مهمان آزادی دانشمند سرشناس استاد دانشگاه لدن هلند محقق تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی پروفسور تورجی عطابکی هستند که برایشان میگم خوش آمدید و به نهایت شدیم که مهمان ما شدید. سپاسگزار دعوت شما. سلام گرم دارم برای تمام دوستان و همه تاجیکان. زنده باشید. خب شما محقق تاریخ نگاری و فرهنگ سیاسی سده 20 ایران هستید و همزمان نسبت کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان توجه خاص دارید. با فکر شما تاریخ سده 20 ایران و همین گونه همین دوره تاجیکستان را چگونه می شود عنوان کرد؟ خب اجازه بدید بگم که در انقلاب اسلامی که در ایران بود صفحه تازه‌ای توی رابطه بین ایران و کشور تازه تأسیس تاجیکستان گشود. پیش از اون ما اتحاد جماهیر شوروی رو ایران میشناخت. خب ایران بعد از اینکه فروپاشی اتحاد شوروی رو ما داشتیم کشوری بود که تاجیکستان رو به رسمیت شناست. استقلال تاجیکستان رو از نخستین کشورهایی بودش که استقلال تاجیکستان رو خیلی سریع تندش به رسمیت شناخت. نگاه بکنیم به تاریخ روابط ایران با تاجیکستان، به داوری من این رابطه رو میشه به 3 دوره بخش کرد. دوره جنگ داخلی هست یا جنگ تحمیلی. الان بیشتر ترجیح میدن نام جنگ تحمیلی رو در تاجیکستان به کار ببرند. خب ما میگیم یا جنگ شهروندی یا جنگ داخلی تاجیکستان، اونجوری که من می نویسم جنگ شهروندی یا تحمیل داخلی. و بعد این در حقیقت یه دوره‌ای بودش که ایران نقش نسبتاً مثبتی بازی کرد برای آشتی دادن طرف‌های جنگ. خب در همون دوره ایران پناهگاهی بود برای گروه‌هایی از اپوزیسیون تاجیکستان، به ویژه نهضت اسلامی تاجیکستان و البته غیر نهضتی ها هم در ایران بودند و سفارت ایران در تاجیکستان نقش نسبتاً مثبت و مؤثری بازی کرد در آشتی دادن این طرف‌های درگیر. بعد ما یک دوره‌ای داریم که در حقیقت بعد از پایان جنگ شهروندی یا جنگ تحمیلی یه دوره‌ای داریم که تقریباً رابطه پیش میره. البته اون تنگاتنگی رابطه‌ای که انتظار میرفت نیست. به خاطر دلیلش هم به خاطر اینکه 2 سنخ متفاوت، 2 نهله، دو ژانر متفاوت و حکومتداری هستن. حکومت جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژیکه، یک خوانش ویژه‌ای از اسلام داره، خوانش فقاهتی داره از اسلام و گهگاهی تلاش میکنه که همت بذاره برای بسط تشیع شیعه. کسانی هستن از تاجیکستان میان در حوزه‌های علمیه ایران درس میخونن و از این دست و بیشتر تلاش میکنه که اگر بشه، اگر بتواند، به خلاف دوره قبل که بیشتر روی ایرانیت یا رو زبان پارسی تکیه داشت، این بار کم کم گاهی هم اینجا و اونجا روی بسط اسلام، توسعه اسلام کار میکنه. و از نظر اقتصادی هم رابطه بد نیست، نه اینکه اصلا رابطه اقتصادی نیست. ایران در چند طرح عمرانی تاجیکستان شرکت میکنه، یک رابطه امنیتی داره، نظامی نه اما امنیتی داره، انتقال امنیتی داره با تاجیکستان. و خب در همین حد میشه گفت. دوره سوم به داوری من با 2015 میشه. در حقیقت وقتی ما در تاجیکستان دولت مرکزی علیه اپوزیسیون به ویژه اسلامی، نهضت اسلامی موضع میگیره و بسیاری از رهبران دستگیر میشن، بعضی ها که در خارج هستن دیگه نمیان، بر نمیگردن. و ما یک کنفرانسی داریم در تهران به نام کنفرانس بیداری اسلام یا همچین چیزی و در اونجا یکی از رهبران تاجیکستان نهضت اسلامی شرکت میکنه.
آیت الله خامنه‌ای در آغوشش میگیره، بوسه بر پیشانیش میزنه و این در حقیقت دوره سومی است که در رابطه ایران با تاجیکستان شروع میشه. دوره تلخی است. بله. دوره تلخی. بله. خب از همکاری ها یاد کردید و ضمناً میتونم بگم که در میانی که اون نفرانی که نسبتاً کلانسال هستند در تاجیکستان، فرهنگیان، خب یاد میارن که در ابتدای سالهای 90 قرن گذشته شما زیاد به تاجیکستان میرفتید و اونجا یک محفل های جالب هم برپا میکردید که این یک دوره پیوندگری فرهنگی تاجیکستانیان و ایرانیان بود. بله. پس شما از اون سالها چی برداشت دارید و چرا این روند دیگر ادامه نکرد؟ ببینید دو شکل کار در تاجیکستان بود. ما به عنوان اهل فرهنگ، اهل قلم، دانشگاهی تلاش میکردیم که همزبانانمون رو پیدا کنیم. من می نوشتم در ادبیات و صنعت تاجیکستان خانه مهر من است. من در شهرهایی مثل خوجند، مثل دوشنبه، بدخشان، خارق، جا به جای تاجیکستان میرفتم، صحبت میکردم درباره همزبانانمون، پیوندهای فرهنگیمون و اینکه به هر صورت این منطقه درسته که سرزمین زیستگاه ترکان هست، اما شیر و شکر داریم ما. هم ایرانی زبانها، فارسی زبانها داریم، ایرانی تبارها داریم و هم ترکان اینجا در برابر هم زندگی میکنن. من برنامه‌هایی درست میکردم، همین شیر و شکر برای BBC و از این داست و رابطه نسبتاً خوب بود. ما این برنامه رو در حقیقت پیش میکشیدیم و دنبال میکردیم. در خود ایران، ما البته بیرون از ایران بودیم، ایرانیان بیرون از کشور بودیم، این کار میکردیم، اما در درون ایران هم بودن کسانی که اهل قلم، دانشمند بودن، کنفرانسایی رو میذاشتن و این کار رو میکردن. خاطرات بسیار خوبی داریم. اما از چهره‌های خیلی برجسته‌ای که دولت ایران اون زمان داشت، اگر بخوام نامی ببرم، باید از یکی از سفیران جمهوری اسلامی شبستری نام ببرم که نقش مثبت داشت در نزدیکی فرهنگ بین ایران و تاجیکستان. اما بعد از اون ما وضعیتی که پیش آمد، کمی فاصله گرفته شد از فرهنگ و ادب و زبان مشترک و از این دا و بیشتر روی تعلقات دینی، آیینی ایران سرمایه گذاری کرد و خب این نمیتونه درباره این داستان در مورد تاجیکستان مصداق داشته باشه. تاجیکستان درست مسلمانند اما اسلام فقاهتی جمهوری اسلامی رو قبول نداره. و ضمناً شما بالاتر در صحبت از همکاری‌های نظامی یاد کردید که نیست، ولی طوری می‌بینیم در این اواخر همکاری‌های نظامی و دفاعی بین ایران و تاجیکستان دارد فعال می‌شود. خب شما این را به چی بستگی میدید؟ ببینید، من همکاری نظامی نگفتم، گفتم همکاری‌های امنیتی، یعنی تبادل، رد و بدل و دادن اطلاعات امنیتی به کشور. اون زمان ما داشتیم همکاری نظامی نداشتیم. روسیه اجازه همکاری نظامی این کشور رو، تاجیکستان رو، با هیچ دولتی از جمله ایران نمیداد. این در حقیقت روسیه گمان میکرد، هنوز هم در مسکو کسانی گمان میکنن که تاجیکستان حیات خلوت روسیه هستش و روسیه هیچ گونه بازیگر دیگه ای رو، چین باشه، ایران باشه، ترکیه باشه، قبول نمیکنه تو اون منطقه. به ویژه ما نیروی نظامی و پادگان‌های روسیه داریم در خاک تاجیکستان. همکاری ها اما درباره رد و بدل کردن‌های اطلاعات امنیتی بود. حالا در حال حاضر نگاه که بکنیم میبینیم که عضویت ایران در شانگهای سبب ساز شده که یک بینشی شکل بگیره در این منطقه که بر بستر اون همکاری‌های شانگهای، همکاری‌های امنیتی و نظامی اعضای شانگهای در حقیقت بتونه آرام آرام خودش رو نشون بده. البته نه روسیه، نه چین و نه دیگر کشورهای عضو پیمان شانگهای علاقه ای ندارند که پیمان شانگهای رو به عنوان یک اردوگاه علیه غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا بدل کنند. ضمن اینکه استقلال این منطقه رو قبول دارن، ولی نمیخوان بستر در حقیقت مقابله با ایالات متحده امریکا و غرب باشه. ایران گمان میکنه به خاطر اینکه از تک‌افتادگی سیاسی، این ایزولیشن یا تک‌افتادگی سیاسی که ما داریم
در صحنه روابط بین‌المللی ایران خلاص بشه، رو کنه به شانگهای و خانش خودش رو از شانگهای به دست بده که لزوما این خانش با خانش اعضای دیگه شانگهای همخوانی نداره. یعنی این بستگی ندارد با اون حادثه‌ای که حالا میگذرن در جهان، مثلا در خاورمیانه و در اوکراین؟ نه، گمان نمی‌کنم. نه، گمان نمی‌کنم، به خاطر اینکه اولا در شانگهای، در پیمان شانگهای، همه اعضای شانگهای در مورد بحران اوکراین همصدا نیستند. ما تفاوت نظر رو داریم در پیمان شانگهای. در مورد مسئله اسرائیل و غزه به ویژه در امروزه یک تفاوت بسیار بسیار چشمگیری بین اعضای شانگهای میخوره. شاید تنها کشوری که به مقابله با اسرائیل برخاسته در اینجا ایرانه، جمهوری اسلامی ایران. بله، از واقعه‌های خاورمیانه یاد کردیم و همین روزا که حالا ما صحبت داریم اونجا بازم خاورمیانه در آتش جنگ می‌سوزد و همه روزه خبرهای بد و سخت و ناراحت کننده میرسد. خب نگاه شما به این یک دور نو بحرانی در این منطقه و تاثیر آن به کشورهای گرد و اطراف آن و دولت‌های دور و نزدیک آن چی بوده میتواند؟ ببینید، بذارید یک اعتراف بکنم به شما. دانشمند بزرگ، فیزیکدان بزرگ ما ایزاک نیوتن یک حرفی داره، میگه آنچه میدانم یک قطره است، آنچه نمیدانم یک اقیانوس. واقعا نمیدانیم چه میشه، سرنوشت این وضعیت چه میشه، کاملا غیر قابل پیش بینیه. اما داوری من بر اساس آنچه که ما در سوریه داشتیم این هست که درجه خشونتی که ما در این چند روز گذشته در نبرد بین حماس و اسرائیل داشتیم آنقدر عمیق و گسترده است که یک ابعاد بسیار بسیار پیچیده تری به این جنگ بخشیده که این جنگ میتونه فراتر از اسرائیل و غزه پیش بره و تبدیل بشه از یک جنگ محلی به یک جنگ منطقه‌ای و امیدوارم نباشه به یک جنگ جهانی میگن این گونه سر و صداها هم هست. همیشه این وجود داره. نگاه کنیم به تاریخ قرن گذشته ایمون، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، هیچ کس گمان نمی‌کرد که این جنگ ها شکل بگیره. هیچ کس گمان نمی‌کرد کمتر از 20 سال بعد از پایان جنگ اول جهانی جنگ دوم جهانی رو ما داشته باشیم. یعنی خرد در حقیقت سیاسی همیشه نزد انسان نیست. میتونه بیخردی باعث بشه که ما به جنگ هایی کشیده بشیم که تلفات انسانی بسیار بسیار گسترده تر باشه. خب حالا اگر نگاه بیاندازیم به افغانستان، اونجا مقامات تاجیکستان خیلی سخت تغییر قدرت رو در این کشور قبول کردن، چون نگرانی های دارند از احتمال قوی شدنی افراطگرایی و وارد شدنی جنگجویان رادیکال از افغانستان به قلمروش. شما چی نگاه دارید به این وضع و دورنما؟ واقعا چون این خطرات هست یا نیست؟ ببینید، اجازه بگید من یک نکته‌ای رو اشاره کنم که من اعتقادم بر این نیست که من قول طالبان رو قبول نمی کنم که افغانستان پایگاه مبارزه علیه کشورهای همسایه نیست. طالبان همیشه یک ضرب المثل اروپایی داریم، میگه انگلیسی داریم، میگه همه تخم مرغاشون رو در یک سبد نمیگذارن. از نیروهای نیابتی که اونجا هستن، تروریستا، استفاده میکنن که باجخواهی کنند از همسایه ها. این رو هم در مورد ازبکستان ما داریم که نیروهای تروریستی هوادار جنبش‌های رادیکال اسلامی در اونجا هستن، هم در کنار مرزهای تاجیکستان داریم که یک جریان تروریستی اسلامگرای رادیکال هست اونجا و تهدیدیه برای امنیت تاجیکستان. هم حتی ما درباره اویغورها هم این رو داریم. یعنی دولت طالبان گمان میکنه با برگ نیروهای اسلامی رادیکال تروریست در خاک خودش میتونه از کشورهای همسایه باجخواهی بکنه و این تو روابط بین الملل شاید برای من و شما امر مردودی باشه، ولی طالبان نشان دادن که همیشه از این استفاده میکنند. یعنی ترس اساس دارد از تاجیکستان به هر حال؟ بی تردید. نه تنها این دارن، ولی که میخوان که به نوعی از تاجیکستان آنقدر امتیاز بگیرند تا بتونن به تاجیکستان این قول رو بدن که نه اینکه
اون نیروهای اسلامگرای رادیکال رو از بین ببرن، بلکه اونها رو برای کوتاه مدت ساکت کنند. ساکت کردن رو ما پیشتر هم داشتیم. به حاشیه میرانند، میگن شما اینجا باشید، دست از پا خطا نکنید، اما باشید برای روز مبادا. بله، منتظر باشید برای روز مبادا که ما شما رو لازم داریم. تشکر. خب اگر نگاه بیاندازیم به مسئله روسیه و آسیای مرکزی، خب طوری میبینیم کشورهای آسیای مرکزی تلاش میکنند که یک موقع خود را در عرصه بین المللی داشته باشند. خب از نگاه شما تا کجا اونها موفق هستند و دارند به کدام سمت حرکت میکنند؟ به نظر من ستاره روسیه در قفقاز و در آسیای میانه، آسیای مرکزی رو به افوله. روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه همون روسیه 20 سال پیش، 25 سال پیش نیست. این در حقیقت بازیگران مطرح دیگه‌ای ما در آسیای مرکزی داریم که به جد روسیه رو به در حقیقت رقابت گرفتن. بازیگر مطرحی مثل چین که رابطه تنگاتنگی با کشورهای آسیای مرکزی داره، از جمله رابطه اقتصادی، رابطه مالی و رابطه سیاسی. از اون طرف یه بازیگری داریم که در قفقاز اومده، ولی قرار نیستش که فقط در قفقاز بمانه، و اون چیه؟ ترکیه است. ترکیه هم در حقیقت همیشه این نگاه رو داشته که سرزمین در آسیای مرکزی بخشش، البته اگر منصف باشه باید بگه بخشش سرزمین زیستگاه ترکان هستش، ترک تباران هستش، و بنابراین تلاش میکنه از طریق دریای خزر، دریای کاسپیان خودش رو برسونه به اونجا. جنگ قره‌باغ به روشنی نشان داد، نه جنگ قره‌باغی که این چند هفته گذشته داشتیم که باعث در حقیقت جنگ پیشینش، یعنی 2020 سپتامبر 2020 اون جنگ 40 روزه، اون جریان خیلی خیلی به روشنی نشان داد که روسیه بازیگر مطرح دیگر نه در قفقاز هستش، تنها بازیگر مطرح ها، نه در قفقاز هست و نه در آسیای مرکزی. بازیگر هست اما تنها بازیگر نیست. بنابراین روسیه داره خودش رو آماده میکنه به این که چگونه میتونه با بازیگران دیگه به شراکت برسه، در قفقاز با ترکیه به گفتگو برسه، داد و ستد داشته باشه، امتیازدهی داشته باشه با ترکیه، و یک به نوعی به ترکیه بگه که میتونیم با اینجا با هم دیگه، ما دو قدرت میتوانیم در قفقاز با هم دیگه همزیستی داشته باشیم. در آسیای مرکزی این سیاست رو با چین داره روسیه پیش میبره که قبول میکنه که چین هم منافعی در آسیای مرکزی داره که میتونه این منافع اصولاً لزوماً به معنای نادیده گرفتن منافع روسیه نیست، اما از چین میخواد که بگه به هر صورت ما هم اینجا هستیم، ما رو هم به دیده بگیر. سپاس فراوان، خیلی صحبتی پرمحتوا و جالب داشتید. شاید حرف داشتید که پیتی مناسبی نبود و حالا امکان است که من تنها حرفم دارم عشق منه به اون سرزمین. همیشه گفتم تاجیکستان رو واقعا وطن دوم خودم میدونم، صمیمانه به اون سرزمین و به مردمش عشق می‌ورزم و برای همه تاجیکان بهروزی، شادروزی آرزو میکنم.